سانگور قشلاق سانگور زاکر و شاکر طاهرویچ متولی حضرت برخی سرمست عبدال ولی حضرت برخی سرمست عبدال ولی مکه حضرت موسی علیه السلام نبیره 6 پیغمبر بچه هاشم مادر بودند جمیله عرصاتی در خیلی طرف شریلانکا مصر عربستان همه رو بسر بودگه وقتی که حضرت موسی کلمه دنیا میگذره یک کس مردم دعوت میکنه به یک قوم یگانگی خداوند و موسی پیغمبری برحق دعوتش قبول نمیکنن ملال قومش و دور مردم گول و گمراه بود پرست بسیار بود مادرش میگیره پدرش از دنیا گذشته که برادرش میگیره طرف افغانستان حرکت میکنه که از جانب غیب آواز میشنه که این مرد جبل برن کوهستان برن میره در سرشبه افغانستان که مادرش رنجور میشه از دنیا میگذره سالها جمع دعا و دروش میکنه در مابین افغانستان میره برادرش میگذره سالها جمع دعا و دروش میکنه در دروازه افغانستان میره که برادرش میگذره سالها مثل دعا و دروش میکنه خودش میاد چندین سالهای در اینجا خفیه میشه که یگان کسی سیره نمیدون مردم اینجا خدا ترس خدا پرست خدا جوردن نزد خداوند دعا میکردن که مقصد که یگان زندگی بهبودی شد وقتی که دعاش قبول میشه شیخی که مرکز که اونجا هست در اونجا استفاده همون مقصد شیخ قشلاق بالا اینجا اصلا قشلاق نبوده یا قشلاق بالا میخواد با ایزم میآید یک درجه ایزم میکنه که غیب آواز شنید این مرد خدا بارد بود چیز بس که عیسی میگه شش کس نمیدید دو درجه دیگر کار همین آوازش نه سوم درجه کار همین آوازش در تعجب میمون وقتی که با تمام شد تخت سنگ پیدا شد تخت سنگ وقتی که تازه کرده یک برکت گشت که همجا غار در غار دید که یک مرشتگی روی برخراد چماح در برش افتاد موی سیاه تاریکی شب هم از موی او سرفشنی مهتاب حق از روش با مانند مهتاب بر خشم موی سرسیای دراز میگه شیخ من آشکار کردی بیار من مقبره کن میگه من کم بغلی هستم که من هیچ کس باور من نمیکنه حضرت برخی سرمست عبدال ولی در دور زمان کرباس بافود است اما چیزای کرباس بافش میتون مردم میره خود خوجه خلوچل در اوس مردم خبر میکنه مردم میخزن میاد قشتی که در بیرون دیده قشتی ست همه قشتی اصل مقصد که اصلی خچای که قشلاق سنگور دستی بعد دست مردم قطار میسن و همینجا میگیرن استاد و یک روایت خواه میبینن طرفی سمرقند و بخارا میان نه که مردمی همینجا اصلش نمیگیرم اید احمدی سمرقند که مقصد که همین دیولگری و کلولگری هم میتونیسن وقتی میرن کار سر میکنن شیخ میگه که من یگان چاروی ندارم که ضبط کنم برای مردم طعام بازم میگه اون طرف آب را آهو میاد خو میره و سرش بود آهوی آمد به فرمان اله در وفات برخ کرد جانش فدا آهو میرم جا خو میره شیخ سرش میبره
همونجا چشما پیدا میشه. چشما اوصاف اینه که در همون جای ضعف که میرسه سرخ میشه. هر یک پیغمبر خدا، هر یک اولیاء و راست خدا یک معجزه، یک کرامتی داره. شیخ میگه که من همگی یک کوزه گندم دارم که کوزه گندم اگر آردم کنم به این مردم نمیرسه، چیکارش کنم؟ میگه بر در دولی اسیا بشونه پرده بکش که یگان کسی سیره نبینه. چند شب چند روزه که مردم نجا خدمت میکنن، همه وسیری پری نون او میوان میخرن با برکت حضرت خداوند بزرگ متعال. همه خانمانا پری آرد میشن. وقتی که ساختمان با آخر میرسه، اولیای شیخ حضرت خداوند در دلش میدوزه، میگه چی سیر باشه که یک کوزه گندم هر وقت کی نمیره، خود اصل نیست که تماشا. وقتی میره پرده یک بار میکنه، نگاه میکنه که سه کفتر همونجا عین نوش گندم میرسه. کفتر رو میپرن میرون، هم خودی با آخر میرسه. میان شیخ میگه، شیخ حضرت میگه، حضرت میگه که رزق روزی همه به دست ایشان تقسیم کنیم. بعد اینجا زیارتگاه سر میشه، اینجا قشلاق شیخ حضرت با تشکیل میکنن. و بعد قشلاق بورشی دو بالا میمونه، 2 کیلومتر بالا. و تا سال 38 مردم در اینجا زندگانی میکنن. سال 38 مردم اینجا مهاجر میکنن. سال 82 مقبره بالاش میگرده. سال 85 و 86 ارخئولوگای لنینگراد میان کار میکنن و حساب ارخئولوگان 980 سال پیش مقبره اولش عبور بوده است. با 2002 پرزیدنت میاد و فرمان میکنه 2004 با ساختمانش حساب این چیز با سر میکنن. با 2004 سر میکنن 2008 تمام میشه.